درود به همه دوستان، خیلی مخلصیم. ارادت. امیدوارم هر دو که هستید شاد و سلامت باشید. به قسمت 12 خاطرات رپی خوش اومدید. بچه‌ها تو این قسمت ما یه سورپرایز خیلی بزرگی داریم. ببینید ما تو زمانی که داریم این ویدیو رو ضبط می‌کنیم آخرای خرداد اوایل تابستون و واقعا بیرون هوا خیلی گرمه و منطقه‌ای هم که می‌خوایم بریم فیلم برداری بکنیم جاییه که خیلی ترافیک و تردد زیاده. برای همین ما تصمیم گرفتیم که شب بریم ضبط بکنیم، چون اگه می‌خواستیم صبح بریم توی این مکان‌ها توی این لوکیشن‌ها می‌خواستیم بریم ضبط بکنیم، من فکر می‌کنم با این ترافیک و با اینکه چون یه جا باید بریم شرق غرب، حالا سمت مرکز، یه جا باید بریم شمال غرب، به خاطر همین خیلی طول می‌کشید و واقعا زمان بر بود. من گفتم اول ویدیو این توضیح رو بهتون بدم که این ویدیو توی شب ضبط شده. خب دیگه بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم، خودم بیشتر از شما ذوق دارم. بدون معطلی برو بریم. بچه‌ها درود، خیلی چاکریم، خوبید، سلامتید، همه چی اوکیه. آقا قرار بود صبح بیایم اینجا ولی خب هوا خیلی گرمه و اصلا صبح اینجا نمیشه فیلم برداری کرد. اول داریا بچرخ پشت به بچه‌ها نشون بده. آقا این خرابه رو می‌بینید الان ساختمون شده. اینجا میتینگ یک تیر کل رپرها اینجا جمع شده بودن، چون اصلا یه جمعیت زیادی بود اینجا جا نمیشد. حالا بیایید بچه‌ها، حالا با من بیا. ببین ما پنجشنبه وقتی که می اومدیم اینجا جمع می شدیم اول. خب بنا ما هم بیاد، اینا بیاید بچه‌ها. تو دیوونه. خب بچه‌ها اینجا نگاه کنید، این حیات خود اصلی اسکانه. اصلا ما می اومدیم یکی بچه اینجا میشستن، یکی اینجا میشستن، اونجا میشستن. بعد این چون 3 تا در داره، یه درشون پشت یه استادیوم هم قبلا تو اون کوچه بود، حالا کسی زیاد نمیرفت. بعد چون مثلا یه جوری بود اینجا بعضا خودتون میدید یه پنجشنبه اینجا بمبه، اصلا انقدر ترافیکه اینجا. حالا میخوام یه خاطره باحال تعریف کنم. اولین باری که اینجا توی اولین میتینگ یه دعوای خیلی بد دقیقاً همینجا که ما وایسادیم، بچهای سروشینا، هیچی هست و عجیر و اینا با بچهای بدنام اینا همین وسط دعوا شد، همین وسط بزن شد و همه زنجیر شهرواراشون رو در آوردن زدن. حاجی از اونجا و پایین و این ور اون مأمور ریخت سرمون. ما گفتیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. آقا دویدیم فرار. این راهرو رو می‌بینید؟ این راهرو رو ما تا انتها رفتیم. حالا الان با هم می‌بینیم جلوتر نشون میدیم چیه. حالا اینجا رو یه کامل، یه دونه کامل بگیر چون باید بریم اونوری. بچه‌ها داری خودش باشه دوربینه. بعد داریم اینجا بچه‌ها، اینجا همه کافه بود اون موقع، حالا الان شده بانک. خب ما اولش مثلا پنجشنبه‌ای که میومدیم میچپیدیم تو این کافه مافوهای چیزی، مثلا مأمور بهمون گیر نده. حالا بچه‌ها یه چند تا کافه اینجا بود، حالا الان شده اینجا مرکز بانک و صرافی و کلا از اون وایب هیپاپیه در اومد. ساختمون پایتخت رو بگی بچه‌ها، تا حالا پایتخت اینجوری خلوت دیده بودی؟ لذتشو ببرید دیگه. ببین میرداماد و بچهای میرداماد هم تا حالا اینقدر خلوت ندیده بودن، چون بچه‌ها می‌خواستیم روز بیایم بگیریم، واقعا خیلی سخت بود اینجا. خب حالا بچرخ اینجا رو بچرخ. اینجا یه جای جنجالی بود که الان واسه خود داریا خیلی چیزه. آقا ما اینجا دویدیم نمی‌دونستیم که پله‌هاش اینجوریه، نصف بچه‌ها ریختن زمین و اینا. باریکلا یکی مرداد مال بدنام هم بود. آفرین. آقا ما اینجا من بنده خدا اینجا وایساده بودم که بچه‌ها بیان. آقا یه باتوم اینجوری خورد تو لپ من، داریام نه گذاشت نه برداشت، کله ماموره رو کوبید تو این. اینجا هیچ تغییری نکرد آقا، همینه.
دیگه آقا مامورا ریختن. ما این خیابون رو ببین دویدیم فرار تا خود مهدی محسنی من نشون بده. خب بچه‌ها یه چیزی، یه تایمی دیگه اینجا نمیشد ما جمع شیم. یه پارک این جلوه فکر کنم خیلی تاریکه، ولی حالا یه در اندازه یه شات نشونتون بدیم که ببینید چه جوریه. با ما همراه باشید، بیایید با ما بیایید. این پارکه کلا سیسش عوض شده بچه‌ها، اصلا اینجوری نبود. اینا نبود. ببین اینجا یه حالت استیج مانند بود. داره اینجا رو بگیر نکن، اینجا رو کندن، اینجا عوض شده بچه‌ها، اصلا اینجوری نبود. این پارکه این لبه‌ها رو نداشت. اینجا که میومدی پایین به اون کوچه پایینیه میخورد. نکن اصلا اومدن اینجا رو داره یه مدل دیگه درستش کردن. ببین الان اینجا پله میخوره بچه‌ها. خب اینجا رو ببین، اینجا اینجوری نبود اصلا سیستم این پارکه. این پارکه که میومدی تو اینجا یه حالت تپه مانند بود، مثل استیج مانند بود. حالا من فکر کنم یه عکس قدیمی فکر کنم با تیغ اینا دارم از اینجا. حالا احتمالاً تو ادیت برنامه بچه‌ها میذارم. آره اینجا هم عوض شده. بریم آقا بریم سمت جام جم، بریم جام جم و برج آفتاب هم نشون بدیم. بریم. خب ببین داریا اومد توی ویدیو شما بالاخره. امروز هم یکی کامنت گذاشته بود گفته بود که داریا باشه دونه پادکست برو میریم. با داریا پادکست خفن داریم. آقا ما میتونی یکیتی تو همین پادکست خونده بودیم. این ور که الان بسته است این صفحه. اینجا یه ایر بعد یه سری اون طرف جمع شده بودن و اون دوستای عزیز ما نیومدن، تشریف نیاوردن. اصلا میتونیم ولی خبری نبود دیگه. خلاص اونایی که قدیمی اومدن میتونیم میدیدن، اونایی که حالا الکی ادعا میکنن میتونیم و میومدن اینا رو نشونشون بدی از این تصاویر بیاد دیگه. اصلا خیلی عوض شده، اون قدیمی رو میدونن. یادش بخیر، چه خاطراتی بسازه. دقیقاً. میخوای بریم حالا بریم بالا، الان میخوایم بریم جای دیگه هم نشون بدیم بچه‌ها. بریم جای بالا باشید، خیلی کار داریم. بچه‌ها موقعی که مثلا شلوغ میشد دم اسکان ما میومدیم بالایی. اینجا رستوران جام جم بود، با هم یادی حالا. بعد مثلا یه جوی بود، حالا مثلا میرفتیم اونجا میشستیم. این کوچه رو ببین، کوچه پت و پهنی بود اینجا. یکی اینجا جمع میشدیم تو این کوچه. یه جا مثلا به خاطر این چون ناکو روبروی صدا و سیماست دیگه اینجا. خب به خاطر اینکه حالا مثلا مامورمون گیر نده اینجا بچه اینها نکن کافه رستوران جام جم داره. حتی الان یکم استایلش نسبت به قدیم خیلی خسته‌تر شده. قدیم خیلی جای با کلاسی بود. دیگه می اومدیم یه کوچه هم این پایین بود، مثلا اینجا جمع می شدیم. خب
خب بچه اینجا یادش بخیر، اینجا فست‌فود سوپر استار بود، یکی از خفنای واقعا نمیدونم چی بگم. بیا پایین داری یا بچه یکی اون بالا یا مجسمه است من نمیدونم. آره یکی اون بالا نشسته. اینجا رو بگیر، فکر کنم دیگه تاریکه، خیلی واقعا صحنه تلخیه که همچین جایی دیگه وجود نداره. خیلی خاطرهای خوبی داشتیم. الان اینجوری دیدمش اصلا حالم گرفته شده حقیقتا. بریم برم جای دیگه، با ما همراه باشید آقا. بچه دیگه اومدیم کف تهران، جایی که میتینگ میرفتیم و داریم دونه دونه بهتون نشون میدیم. هنوز خیلی مونده، با من بیاید. خب بچه اینجا برج آفتابه. بعد اینکه ما موقعی که دیگه خیلی شلوغ میشد پراکنده میشدیم اول، یا قبلا میرفتیم سمت جام جم چون شرایطش زیاد اوکی نبود دیگه ما اومدیم این سمتی دیگه، چون اینجا بچه‌ها یه حیاط خیلی بزرگتر داره اون بالا. حالا داری با من بیا، داره خودشون فیلم برداره. بچه‌ها یه فکت خیلی جالبم بهتون بگم، این املاکه رو میبینید اینجا پله میخوره میره بالا. اینجا قبلا یه سفره خونه بود، اولین قراری که داریا و سامان ویلسون گذاشتن که هیچی هست و مهرک و خیلی از بچه‌ها اومدن داریا و سامان آشتی کردن، تو همین قهوه خونه بود، یه سفره خونه بود. حتی قبلش اولین بار داریا و سهراب و زیا امزی پرینو یه جا دیگه حالا هم دیگه رو تو میرداماد دیده بودن، ولی اولین قراری که داریا و سامان ویلسون بعد از حالا اون دیس و دیسپک و اینا اینجا بود. حالا الان شده اینجا املاک. خب بچه اینجا جایی بودش که بچه ها جمع می شدن از مثلا فریستایل رو نمیدونم دیگه. حالا اینجا جمع می شدیم دیگه، یه حیاط خیلی بزرگی بود اینجا، خیلی خفنی بود. اصلا من الان خودم اومدم اینجا، آره من اصلا اومدم اینجا خیلی وقت بود نیومده بودم، مسیرم اینجا نخورده بود، راحت اطرافش رد شده بودم، ولی مثلا خودم اینجا نیومده بودم. الان اومدم این صفحه‌های قدیم رو دیدم، اصلا یه جوری شدم، خیلی حال کردم، چون اینجا یه سری خاطرات خیلی حالا هم تلخ داره هم خوب داره. کجا؟ خیلی عشقی بچه‌ها، این داستان هنوز ادامه داره. آقا ما این پارک ایران زمین هم تا آخر اومدیم، در گلستان آخر پاساژ گلستان بستر. ما فکر کردیم یه راهی میتونیم پیدا بکنیم اینجا یه جوری بریم تو، دیدیم آقا هیچ راهی نیست بریم زمین مسجد. حالا توی فرصت مناسب دیگه زمین مسجد شهرک هم نشونتون میدیم. حیاط دقیقاً حیاط پشتی گلستان میشه که حالا از اون ور این دیوارا رو بگی داری یا این پشت این دیواره است. ما از این بوستان ایران زمین که اومدیم تو دیدیم نمیشه داداش. خب بچه اومدیم ایران زمین، اینجا هم گلستان، پاساژ گلستان که
بچهای غرب تهران اینجا بیشتر میتینگ میذاشتن، بچهای بدنام و پاسکال نولیمیت و خیلی بچهای دیگه اینجا توی حیاط پشتی میذاشتن. این حیاط جلو هم جمع میشدن. حیاط پشتی به یه زمین بسکتبال میخورد. گفتم بهتون دیگه نمیشد بریم، حالا هر کاری کردیم نشد. الان هم که داریم ویدیو میگیریم ساعت 2 صبح. اینجا هم داریا داره میگه یه چرخ اینجا هم بزن و که بریم ببینیم میتونیم اولین استودیو رپ فارسی رو نشونتون بدیم. با ما همراه باشید. خب بچه‌ها فکر می‌کنید کجا آوردیمتون ساعت 2:30 صبح؟ اولین استودیویی که توی ایران ما کارامون رو ضبط می‌کردیم استودیو کریدن. بچه‌ها اونجاست. بیایید. البته مثل اینکه جدیدن شنیدم کریدن دیگه اینجا رفته، ولی اون موقع بچه‌ها اینجا بود. یه سوپرمارکت بود، اون خونه رو می‌دید حالا چراغ جلو درشه، پله می‌خورد میرفت پایین. می‌خواد داری برو جلوترش هم خیالا نشون بدیم بیا. میخوای در رو بشکنیم بریم تو بگیم؟ یه دوتا بنده خدایی که حالا قلبش میگونیم اینجا دستمون فرار کردن یادته؟ اینا بچه این در استودیو کریدن بود. بریم خب بچه‌ها بعد از استودیو کریدن، قبلش رفتیم استودیو کریدن دیگه، الان اومدیم کجا؟ استودیو اوجمر. استودیو اوجمر این جلوتره، این پارک هم بگی داری ها. موقعی که استودیو اوجمر شلوغ میشد ما میومدیم بالا با امین تتلو و بچه‌ها جمع میشدیم اینجا تا حالا مثلا تایم خالی بشه که مثلا دوباره ما هم بتونیم بریم تو رکورد کنیم دیگه. تو مثلا قبلش هم با بچه‌ها یه حالت مثل میتینگ تور و اینا جمع می‌شدیم یا اگه می‌خواستیم تمرین چیزی بکنیم تو این پارکه بود. با من بیا داریا. اینجا بعد سید خندان اومدم خواجه عبدالله. اینجا میشه پل صیاد دیگه. اینجا رو مواظب باش. بچه اینه به یه نکته جالب، درش پلم شده. این بود درش بچه ها، اینجا درش بود، دیوار کشیدن اینجا. این هم ساختمون بغلیش، ساختمون بغلیش هم پلم شده. داری یا بگیر این آناکون دیوار کشیدن. ببین یه فکت جالب، اینجا هم پلم شد. هنوز ادامه داره این ویدیو، با من بیایید. خب بچه اومدیم کجا؟ اومدیم میدون حفوظ نارمک. اون موقع بچه اینجا اینجوری نبود اصلا، حالت جنگلی داشت. یه تک حوض اینجا داشت، این وسط این مدلی نبود. اینجا چه شباهت به این چیز داشت، ولی الان این خیلی شیکه، حالت دیوار مانند بود، خیلی جنگلی بود. بچه‌ها گرافیتی می‌کشیدن. اول همه اینجا جمع می‌شدیم چون یه حالت، ببین روبرون هم تازه کلانتریه خب، ولی چون یه حالت جنگلی مانند داشت اینجاها، اصلا اینجاها معلوم نبود. میدونی همین یه هلال جنگلی مانند بود. یه تک حوض خیلی گنده اینجا بود، 6 دامون پایین بود. یه گفتیم آقا ساعت چنده بچه‌ها؟ ساعت 3:30 صبح آوردیمتون تو بهترین منطقه‌های تهران که میتینگ برگزار می‌کردیم. فکر کردید اینجا تمام شد و اینجا تمام نشد. یه جا دیگه مونده، یه جا نه 2 جا دیگه. با ما همراه باشید.
خب بچه‌ها رسیدیم فلک اول تهران پارس. خب اون موقع این میدون فلک اول اینجوری نبود. بعد اینکه ما اینجا جمع می‌شدیم، مثلا یه موقع اینجا میچرخیدیم، دور اینجا میرفتیم بالا، یا تو خود مثلا پاسای سپید یه در اون بالا داشت، در پایین داشت، اینجوری میچرخیدیم. بعد می‌اومدیم دور این میدون، بعدش هم میرفتیم سمت پارک لاک پشت. موقعی که مثلا شلوغ میشد، اون موقع اینجوری نبود. این میدون فلک اول تهران پارس اینجوری نبود. حالا با من بیایید بریم سمت پارک لاک پشت. بریم. خب بچه‌ها اینجا اون پارک لاک پشته که اونجا وقتی مأمور بازی میشد می اومدیم تو این پارک. البته الان خب خیلی تاریکه، هیچ چیز زیاد معلوم نیست. یه ساختمون هم جلوتر اسمش ساختمون گلبرگ، برج گلبرگ. تو یکی از آیتما میخوام یه چیزی رو اشاره بکنم راجع به اولین دختر رباز بود که خونه‌اش اینجا بود. و اینکه تو این پارک دیگه ما مثلا جمع می‌شدیم و حالا در اینجا گرافیتی می‌زدیم و به قول معروف خیلی تاریکه و اینا می‌بردم تو نشونتون میدم. خیلی حالا بزرگی هم نیستش. خب آقا آخرش رسیدیم دیگه. کجا رسیدیم؟ میدون 12، جایی که همه چی شروع شد. همه چی از همین محل شروع شد دیگه. تو مارمک میدون 12 سوسیس دستن دارن به آقا اون موقع اصلا اینجوری هم نبود، اصلا اینجوری نبود. الان آقا دیدید همه جای تهران رفتیم، همه جا خلوت بود. نمیدونم اینا خونه ندارن، نه سرویس بگیران بگیره صدا اذان صبح داره میاد. به خدا یعنی همچین چیزی من این ساعت ندیدم جایی از زنده باشه. آقا قبلا هم اینجا اینجوری نبود. اینجا اینجوری آهن ماهن داشت و اصلا حالتش جنگلی بود. اینجوری راه نداشت وسط. اینجا خیلی تغییر کرده سیستمش. شاید خب همه رپرها سروش میومد اینجا. روزا که اینجا با ما بزرگ شد کسی نیست اینجا نیومده. بعد دیگه کیت سامانینا هم اینجا آمدن با سوارا. آقا دم همگی تو هم خیلی اشتدید. آقا اگه چیزی هم کم و کس بود دیگه واقعیتش خیلی سخت بود. تو روز نمیشد. بعدم شب اصلا دنیای دیگه‌ای داره. آره برای اولین بارم تو کل ولاگای رپ فارسی مستند هیچ جا بچه‌ها اینجوری کلا تمام جایی که میتینگ توی تهران برگزار میشد اولین استودیوها رو هیچ جا بهتون تا حالا نشون نداده بودن. از دمتون گرم. لایک و سابسکرایب رو بتره کنید، عشق بدید که اپیزود بعدی هم می‌خوایم مثل همین یه حرکات‌های خیلی خفنی بزنیم. دمتون گرم. همگی چشمون